و قد خواب من حمل ظلما، و هر شخصی که ستم و ظلم را بر دوش خود دارد مایوس و ناکام خواهد بود. الله تعالی چیزی را بسیارتر بد نمی‌بیند مثل ظلم مگر شرک را. و از نشانه های بدبینی الله تعالی به ظلم و به ظالما این است که الله تعالی دعای کافر مظلوم را علیه مسلمان ظالم قبول خواهد کرد. این معنی ندارد که الله تعالی کافر را دوست می‌دارد و یا اینکه مسلمان را بد می‌بیند، بلکه الله تعالی عدل و عدالت و دادگستری را دوست می‌دارد و ظلم و ستم و ناجوانمردی را بد می‌بیند. و یکی از حکمای امت می‌فرماید الله تعالی دولت عادل کافر را بالای دولت ظالم مسلمان نصرت خواهد داد. یعنی مادامی که اگر یک دولتی باشد در اونجا مسلمان باشند و حاکم ظالم باشد، یک دولت دیگری کافری که عادل است برباره اون الله تعالی نصرت دادنش ممکن است. مرد نزد ابن عمر رضی الله عنه آمده گفت برای من علم گو، برای من پند. ابن عمر گفت علم بسیار شده است، لیکن برای تو یک نصیحت خواهم کرد. وقتی که نزد الله تعالی میری به الله تعالی در روز قیامت روبرو میشی، تو حرکت کن که دستت به خون آغشته نباشد و شکمت از مال حرام پر نشده باشد و زبانت به ناموس و عرض مردم دراز نشده باشد. مادامی که از همین سه چیز خودت را باز داشتی، ان شاء الله حساب کتابت در نزد الله تعالی آسان خواهد بود.